أينما كنا أينما عبدالعزیز بن صالح میفرمایند ایشان یکی از مشایخ قسیم هستند در عربستان سعودی. میگوید در سن 16 سالگی بودم یا 17 سالگی، یکی از اقربایم که انسان نابینا بود و کور، نابینا و کور بود، میگوید مرا طلب کرد، گفت که جوان چرا ازدواج نمی کنید؟ عرض کردم که وضعیت مرا میبینید که فقیرم و مستمند و چیزی نیست که من ازدواج بکنم. بعد مرا گفت برو دروازه الله را بزن که الله دروازه اش را بر سویت باز میکند. در قصه گپا نباش، الله همه مسائل را برایت آسان میگرداند، برو ازدواج کن. سپس مرا گفت بنشین که من برایتان قصه میکنم، قصه خود را برایت میکنم. میگوید من زمانی که از مادر متولد شدم، این تعبیر خودش است و این را من نقل میکنم، گفت مرز ان ولدت اعمى دمیما قصیرا فقیرا. روزی که من از مادر متولد شدم هم کور نابینا بودم، کور مادرزادی، و هم کوتاه بودم، قدم کوتاه بود، و هم فقیر بودم، و هم دمیم کسی را میگویند که چهره زیبا نداشته باشد. شما الان تصور بکنین یک کسی که چهره زیبا ندارد، کور و نابینا هم هست، قدش هم کوتاه است، فقیر و مستمند هم هست. میگوید در سن 24 سالگی یا 25 سالگی بودم که در دلم آمد که ازدواج بکنم، بسیار در دلم آمد، ولی انسان با تقوا بود، حافظ قرآن بود. رفتم پیش پدرم، گفتم که پدر جان میخواهم ازدواج بکنم، بیا آستین بالا بزن و یک جایی برایم خواستگاری کن. پدرم در یک جمله گفت هل انت مجنون؟ آیا تو دیوانه هستید؟ شما کور و نابینا هستید و ثانیاً وضعیت مرا ببین، فقیر و مستمند، قرضها از هر سمت و سویی بر من حمله آوردن، مرا فرا گرفتن، وضعیت مالی من و شما خراب است و خودتون نابینا هستید و بعد این وضعیت خوب ما و شما نداریم، کجا میتوانیم برایتان ازدواج بکنیم در این شرایط؟ میگوید بعد رفتم پیش مادرم، گفتم مادر جان من میخواهم ازدواج کنم، من میخواهم ازدواج کنم، بیا برو یک جایی برایم خواستگاری کن. مادرم گفت دیوانه هستید، شما هم خودت کور و نابینا هستید، وضعیت مالی ما بسیار خراب است، در این وضعیت و در این شرایط پدرت را هم میدانید، امکان ندارد که شما ازدواج بکنید در این شرایط. بار دوم پیش پدرم رفتم، پیش مادرم رفتم، پیش هر کدام اینا که میرفتم اینا بسیار بر خود تند میکردم، میگفتن چون این چیزی امکان ندارد. یک شبی از شبها دلم آمد چرا دروازه ارحم الراحمین را نمیزنم، چرا دروازه ارحم الراحمین را نمیزنم؟ تعبیر خودش است، میگوید انکسر امام امی و ابی و هم عجزة لا یستطیعون شیئا. در مقابل پدر و مادرم سرم را خم میکنم در حالی که آنها عاجزند و ناتوان، کاری را نمیتوانند انجام بدهند و من در مقابل اینها سر خود را خم میکنم. ولا اقرع باب حبیب القادر المقتدر، در حالی که من دروازه قادر و مقتدر دوستم که هر شب با او راز و نیاز میکنم، چرا دروازه او را نمیزنم؟ در آخر شب طبق عادتم که ایشان انسان تهجد خوان بود، دائم تهجد میخواند، میگوید در آخر شب طبق عادتم نماز خواندم، دستهایم را بلند کردم، من دعای او را نوشته کردم که او چه دعا کرد برایم اهمیت داشت. گفت الهی یقولون اننی فقیر و انت الذی افقرتنی. مردم میگویند من فقیرم، خود تو مرا فقیر کرده اید. الهی یقولون اننی اعمى و انت الذی اخذت بصری. مردم میگویند من کور و نابینا هستم، تو چشمای مرا گرفته اید. الهی یقولون اننی دمیم و انت الذی خلقتنی. مردم میگویند من چهره زیبا ندارم، خود تو مرا خلق کرده اید یا الله. الهی و سیدی و مولای لا اله الا انت تعلم ما فی نفسی و لیس لی حیلة. تو میدانی که در دل من چیست، تو آرزوی مرا میدانید، تو حاجت مرا میدانید، تو مشکل مرا میدانید. الهی من چاره جز تو ندارم، این مشکلم را حل بفرما. الهی پدر و مادرم را معذور میدانم،
آنها فقیرند و مستمندند و مسکینند، توان ندارند. الهی آنها معذورند، اما الهی یک ازدواج نیک و مبارکی را برای مهیا کن. جوانان میگوید الهی یک ازدواج نیک و مبارکی را برای مهیا کن تا قلبم آرام بگیرد، تا قلبم آرام بگیرد. سپس ناگهان دیدم مرا خواب گرفت. دعا کردم و دعا کردم، نزدیک صبح بود که مرا خواب گرفت. سرم را ماندم، در خواب میبینم که در یک جایی بسیار گرم هستم، یک جایی بسیار گرم است، گویا که از هر طرف شعله از آتش است. گرمی وجود مرا فرا گرفت، بسیار احساس گرمی کردم. دیدم که ناگهان از آسمان خیمه ای آمد، بر بالای سرم فرود آمد، بر بالای سرم فرود آمد و مرا فرا گرفت. و بعد لحظاتی دیدم، احساس کردم اندامهایم خنک شد، احساس خنکی کردم، تا جایی احساس خنکی کردم که ناگهان از خنکی زیاد و سردی زیاد از خواب بیدار شدم. وقتی که بیدار شدم احساس خوشحالی می کردم، در دلم خوشحال بودم که عجب خواب خوبی را دیدم. صبح آن روز در فکر افتادم که پیش کدام عالم بروم. در منطقه ما یک عالم بود، معبر، خوابها را تعبیر می کرد و انسان با تقوا بود. میگوید رفتم پیش او، سلام کردم و بعد گفتم من دین شب یک خوابی را دیدم. گفت فرزندم بگو خوابت را. قصه کردم که من دین شب همین قسم خواب دیدم که از آسمان خیمه ای می آید و مرا فرا می گیرد و سپس تمام اندامهایم خنک می شود. بعد مرا گفت یا ولدی هل انت البارح طرقت باب ربک؟ آیا دین شب دروازه پروردگارت زده اید؟ گفتم نعم، بله، من دین شب دروازه پروردگار را بسیار خوب محکم زدم. فقال شيخ اذن اذهب يا ولدي وانظر اطيب بنت في خاطرك واخطبها فان الباب مفتوح لك. مرا گفت ازدواج کرده اید؟ گفتم نخیر، دین شب دروازه پروردگار را زدم که ازدواج را برای مهیا کند. گفت فرزندم برو با خود فکر کن، هر زن و دختری که در خاطرت آمد از زیباترین دخترهای منطقه، هر دختری که در ذهنت آمد برو خواستگاری کن. فإن الباب مفتوح لك، زیرا که دروازه به سویت باز است. میگوید دوان دوان آمدم، کور و نابینا عصا در دستش، آمدم پیش پدرم. گفتم پدر یک خوابی دیدم همینطور، یک جایی برایم خواستگاری کن. گفت کجا خواستگاری کنم؟ نام او دختر را گرفتم، چون اون دختر در میان مردم معروف بود به حسن و جمال، معروف بود، من هم شنیده بودم که فلان دختر در حسن و جمال بسیار معروف است. گفتم برو برای من فلان دختر را خواستگاری کن. مرا گفت دیوانه شده اید، بسیار زشت با امرای ما برخورد کرد و تند، هم کور استی و هم نابینا، هم قدت کوتاه است و قد کوتاه و هم فقیر و نادار. دختر فلان دختری که در حسن و جمال و زیبایی معروف بود و ضرب المثل، من آن دختر را برایت خواستگاری کنم. آمدم پیش مادرم هم مرا رد کرد. لحظاتی پریشان شدم، حیران شدم، متوجه رب العالمین شدم. گفتم پروردگارا این خواب را تو دیده ای بر من این خواب را دیدم. عصایم را گرفتم، حرکت کردم به سوی خانه دختر، شخصا خودم رفتم برای خواستگاری. دروازه خانه را زدم، گفتم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مرا میشناختن، مرا بردم مهمان خانه، نشستم. لحظاتی بعد پدر دختر آمد. گفتم یک عرض دارم. گفتن بفرمایید. گفتم عرضم این است که من آمدم برای خواستگاری دخترتان برای خودم. گفت کدام دخترم؟ فلانیه؟ گفتم بله، من برای خواستگاری فلان دخترت آمدم. این پدر گفت اهلا و سهلا، خوش آمدید، خوش آمدید، حافظ قرآن هستید، قرآن در سینه تو هست، خوش آمدید. اما یک شرط وجود دارد و آن این است که باید دختر قناعت بکند. دروازه ها بازند، قلبها را او تنظیم کرده است از قبل، رب العالمین قلبها را آماده کرده است. گفت باید دختر قناعت بکند. سپس میگوید رفت از پیشم، از مهمانخانه برآمد، رفت پیش دخترش. گفت دخترم فلان جوان را میشناسید؟ گفت بله او را خو همه میشناسند. گفت سعی است که کور است و نابینا، اما
با قرآن روشن است و با قرآن بیناست، در سینه اش قرآن است. به خاطر عظمت قرآن ما او را رد نمی کنیم و جواب نمی دهیم. اگر مشوره من پدرت را می خواهید بیا توکل بر الله کن. دختر می گوید پدر جان چه کسی می تواند سخن تو را رد بکند؟ توکلنا علی الله. توکلنا علی الله. والله العظیم آنچه که نوشته کردن یک هفته نمی گذرد ایشان با این دختر ازدواج می کند. چرا؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. الله می گوید 1400 سال است که به گوش ما می رسد. هر کسی تقوا را اختیار بکند الله گشایش را می آورد، الله فرج را می آورد، الله دروازه ها را باز می کند و یرزقه من حیث لا یحتسب و او را روزی می دهد از جایی که گمان هم نمی کند. سبحان الله. بله او به این آیت عمل کرده بود. عزیزان من محال است جوانان، محال است والله محال است، یک مرتبه نه بلکه 1000 بار محال است، محال است که تو الله را اطاعت بکنید و او تو را خار ذلیل کند. این محال است.